بافتش ابتدا 5 تا زنجیره میبافم. به این صورت یک گره میزنم، نخ رو میکشم. حالا 5 تا زنجیره میبافم. حالا قلاب رو از زنجیر اولی که بافتیم عبور میدم و یک بست میزنم. به این صورت یک نخ میگیرم و از این زنجیر آخر عبورش میدم. خب یک حلقه ایجاد کردم. حالا 2 تا زنجیره میبافم. حالا میخوام 7 تا پای متوسط ببافم. به این صورت هستش. نخ رو دور قلاب میپیچم، به داخل حلقه میبرم، یه نخ میگیرم. حالا 3 تا نخ روی قلاب دارم، هر 3 تا رو با هم به این صورت کور میکنم. پای متوسط بعدی رو هم به همین صورت میبافم. 7 تا پای متوسط باید ببافید. به این صورت شده. حالا برای رج بعدی 2 تا زنجیر اضافه میبافم. برای رج بعد باید داخل هر کدوم از این پای متوسط رو که بافتید 2 تا پای متوسط ببافید. از اولی شروع میکنم. به این صورت قلاب رو ازش عبور دادم، این یه دونه، دومی رو هم داخل همین میبافم. در واقع توی این رج ما باید 14 تا پای متوسط داشته باشیم. 7 تا داشتیم، داخل هر کدوم 2 تا میبافیم، جمعاً میشه 14 تا. خب این رج رو هم تکمیل کردم. حالا برای رج بعدی 2 تا زنجیره دیگه میبافم. خب رج بعدی به صورت یک درمیان هستش، یعنی یه پایه رو یه دونه میبافم، پایه بعدی رو 2 تا. این اولی رو یه دونه ای میبافم، یه دونه پای متوسط داخلش بافتم. حالا بعدی رو 2 تا میبافم. به این صورت. حالا بعدی یه دونه ای هستش. خب به این صورت این رج رو هم تکمیل کردم. رنگ زردش رو هم بافتم برای بالای پایینی پروانه. اینم برای قسمت بالایی هستش، باید یه رج دیگه هم ببافیم که بزرگتر از اون یکی باشه. به این صورت 2 تا زنجیره بافتم. حالا داخل تک تک این پایه ها یه دونه پایه متوسط میبافم. دیگه رج آخر رو یه دونه این میبافیم.